صندوقچه زولبیا، سلسله فیلم تصویری، فیلم 11. سلام بچه ها. ما شدیم که باز با شما وا خوردیم. امروز هوا چقدر صاف و بی‌غبار است. منیژه این جویچه رو بین، آبش چقدر تازه. این را آبی زلال میگویند. با صدایش گوش ده، گویا که سرود میخوانند. بیشن این جویچه سرودخوانان از کجا می آمده باشد؟ از کجا میشود؟ از همان کوه. دیدی؟ برفش رو دیدی؟ پخته بر این سفید می نماید. دیدم بیشن دیدم، لیکن تو به این سوال من جواب ده. پخته برفی کو از کجا پیدا می شود؟ نه خود همین را ندانی. برف از آسمان ریخته بود. میدانم برف از آسمان ریخته است، مگر در آسمان کنی برف است؟ البته هست. کنی در کجاست؟ برای چی ما کنی برف را نمی بینیم؟ کنی برف؟ وای، راستش رو گویم نمیدانم منیژه. این سوال دشوار. شاید احتمال منیژه بیا از سیمرغ میپرسیم. بیشک درست گفتی، سیمرغ رو میپرسیم. آخر ما سیمرغ داریم. بله، شما سیمرغ دارید و من شما را دارم. سلام بچه ها. به من کنجکاوی شما معقول شد. با سوال های عجیبتان یک جویه جواب میجوییم. جوینده یا بنده است؟ سیمرغ سلام، خیریت که تو هستی؟ سیمرغ با ما بگو، آبی همین جویچه از کجا می آید؟ از کجا می آید؟ حاضر یک جویه به سیاحت رفته میفهمه. همش را به چشم خود میبینه. شما راضی؟ البته راضی. من هم راضی. پس تیار باشه. رفته انا در روی گلم شنید و از پس من پرواز کنه. اما افسانه پریده، ما به کوهسار میرویم. لیکن دوامش افسانه نیست بیژن، حقیقت می شود. ما اول قد همین جویچه پایین می رویم، یعنی نصف تاجیکستان را دور زده بعد به کوهسار می رویم. چی گفتی سیمرغ؟ این جویچه میده یک نصف تاجیکستان را دور زده است؟ من باور نمی کنم. من هم باور نمی کنم سیمرغ. سراسیمه نشوید بچه ها، صبر کنید. از خاطر نبرارید که آب هرگز در یک جا و یک خل نمی ایستد. آب همیشه در گردش است. این جویچه تمام عالم را دور می زند. باز آب هر خل می شود. اینش رو میدانم سیمرغ. آبی چرکین، آبی تازه، آبی مینرالی، نمکاب. نه بیژن، سراسیمه شدی. اول اندیشه بعد گفتار. نمودهای آب تماما دیگرند. آب، یخ، بوغ، یعنی برف و تومن و باران و ابر. باور نمی کنی؟ من با تو باور میکنم سیمرغ. آها ببینید، این جویچه تنها نبوده است. انا باز یک جویچه پیدا شد. منیژه نگر، در این طرف 3 جویچه دیگر. در این طرف 1 2 3 4. حساب جویچه ها را گم کردم. بله داناچه های من با پیش نگاه کنید. همین جویچه ها جمع شده یک دریاچه شدن. درست؟ چقدر دریاچه صاف و شوخ. این دریاچه هم تنها نیست بچه ها. ببینید از هر طرف چند دریاچه شوخ و بیقرار جاری هستند.
آنها جمع شده دریای کلان می شوند. جیجه ها دریاچه شدند، دریاچه ها دریا شدند. سیمرغ اکنون دریا کجا می رود؟ حاضر کجا رفتنی دریا را می بینی؟ انا بحر نارک. نه، این بحر نارک نیست. این گل سرز است. احتمال آبانبار قیراقون باشد. این بحری نارک است، لیکن مهمش آن که شما فهمیدید دریا با کول و بحر و آبانبار میریخته است. جیجه ها دریا شدند، دریا بحر آبانبار شد. یک جویچه عاقبت بحر شد. اکنون همش را فهمیدم. حالا این نصف دانش است. تو به سوالت هنوز پره جواب نیافته بیژن. با کدام سوالم؟ الکی فراموش کردی. آب پرسیده بودیم کو آبی جویچه از برف آید، برف از کجا می آید؟ به خاطرم آمد. سیمرغ التماس به همین سوالمان هم جواب ده. اگر شما دانستن خواهید به هر سوال البته جواب پیدا می شود. اکنون در کنار بحر می شینید. اینجا بسیار گرم بوده است. بله گرم است، اما این گرمی فایده دارد بیژن. انا با دقت به بالای بحر نگاه کنید. گرمی آفتاب آب را پیوسته بوغ می کند. بوغ به بالا می رود. سیمرغ از روی بحر زرچه ها پریده بالا می روند. آنها چی باشند؟ آنها قطره های آبند. آنها را بوغ می گویند. همین بوغ به آسمان برآمده در یک جا جمع شده ابر می شود. بیژن وفادار، من همش را فهمیدم. اکنون ابر باران شده به زمین میریزد. من هم فهمیدم. اکنون حاضر باران میبارد. من باشم چتر ندارم. سیمرغ چخل پیدا شدن باران را فهمیده. اکنون بگو که برف چخل پیدا می شود. نخود همش را سیمرغ گوید. بیژن خودت هم فکر کردن را یاد گیر. اگر هوا خنک باشد باران به برف مبدل می گردد. درست گفتی منیشا. در زمستان برف، در بهاران باران میبارد. فهمیدیم. جویچه ها دریاچه شدن، دریاچه ها بحر و آبانبار، بحر و آبانبار بوغ، بوغ ابر، ابر برف و باران می شده است. عجایبات را بینیده؟ آب مثل چرخ و فلک دور می زده است و دور می زده است. آفرین بچه ها، عیناً مثل چرخ و فلک. بیایید اکنون به کوهسار میرویم. جوی بارچه باغتان از همان جای سر می شود. برای آن که فراموش نکنید بار دیگر تکرار میکنیم. برف آب شد، آب جویچه شد، جویچه دریا شد، دریا بحر شد، بحر بوغ شد، بوغ باران و بحر شد، برف و باران باز آب شدند. تشکر سیمرغ. بچه های عزیز، شما هم فهمیدید؟ فهمیدید که آب در طبیعت دور می زده است. آفرین بچه ها. خیر دوستان عزیز. تا بازدید.